خب این یه تارای فول اتوماتیک یا هوشمنده که نسخه آزمایشیشه. دوربین 360 درجه داره، همینجوری که می‌بینید یه دوربین اینجا داره و زیر آینه ها اینجا و خب عقبش هم که مثل قدیم پابرجاه. خب امکانات جالبی روش گذاشتن. رادار در واقع تشخیص موانع و بین خطوط داره، رادار پایش راننده داره، کروز کنترل تطبیقی داره. البته هنوز مشخص نیست که قراره با همین آپشن‌ها به بازار بیاد یا نه. این یه نمونه رو فعلا مرکز تحقیقات ایران خودرو ساخته و اگه خود ایران خودرو هم اعلام آمادگی بکنین نسخه به بازار میاد و بریم داخلش در مورد امکانات داخلش صحبت کنیم. خب یکی از امکاناتی که روی این تارای هوشمند گذاشتن اینه که با بلوتوث باز میشه. الان اپش رو روی این گوشی نصب کردن و بلوتوث هم روشن کانکت ماشین و نزدیکش که می‌بینین در باز میشه، یعنی قفل در باز میشه، خود در نه. و اینجا میتونید ببینید که این خب رادارها رو و این سیستم پایش راننده رو که سیگار کشیدن، خمیازه کشیدن، حرف زدن، پرک زدن، همه اینا رو یعنی بابای آدم میمونه دیگه، کلا حواسش به آدم هست و آلارم میده همه اینا رو. اینم دوربین 360 رو روی این میتونید ببینید الان. و اینجا هم سیستم تشخیص موانع و حرکت بین خطوط اینا رو میتونید ببینید. البته اینا جمع میشن از این جلو، وقتی تجاری سازی بشه اینا همه میان روی مانیتور خودرو و این صفحه کیلومتر منتقل میشن. الان فعلا گذاشتنش اینجا. نسخه اتوماتیک تارا این کارو کردن و به نظر من باید جز یکی از خودروهای ایران خودرو قرار بگیره این